سلام بینندگان گرامی، امروز درباره فاجعه یک مادر تاجیک صحبت می‌کنیم که مرگ او مشکلات زیادی را در زندگی ساکنان بناهای بلند آشیانه در دوشنبه عیان کرد. در این بنای 16 طبقه در دوشنبه روز 14 سپتامبر یک زن 49 ساله در داخل لیفت ویرانه افتاده هلاک شد. گزارش درباره فلاکت بحث درازی را در صفحه رادیوی آزادی در اینستاگرام و فیسبوک به وجود آورد و ده نفر گفتند که لیفت بناهای استقامتی آنها نیز احوال خوبی ندارد. از جمله کاربر با نام علیک ملیک 448 که زیر گزارش رادیوی آزادی چنین نوشته است: بناهای نوساخته هم عین مشکلات را دارند. بدنه لیفت نوست، در آن محرک و دیگر ابزار کهنه را میگذارند. سبب همه این تفتیش نکردن بناهای نو است. رشوه میگیرند و اجازه زندگی میدهند. 99% خانه ها مشکلات دارند. ساکنان به کجا و به کی شکایت کنند؟ کاربر دیگری هم گفته است که یک سبب سر زدن فلاکت ها سهل انگاری و یا در غفلت ماندن مقامات است که وظیفهشان راه ندادن به این گونه حادثه می باشد. این کاربر که خود را محمد شایف 78 معرفی کرده است در صفحه ما در اینستاگرام چنین نوشته است: این همه از بی اهمیتی مسئولان می باشد. وقتی لیفت را تعمیر می کنند چرا تمام درهای آن را محکم نکردند و یا لنته نگذاشتند که کسی به آن وارد نشود؟ باید برای این کارشون جواب گویند. در صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک نیز بحث درباره مرگ مادر تاجیک در داخل لیفت بنای بلند آشیانه در دوشنبه خیلی زیاد است و لطفی حکیمووا یک کاربر صفحه ما گفته است اندک احتیاط می توانست از فاجعه پیشگیری کند. شرح او را میخوانیم. به مرگ این زنی بیگناه کارگران مسئولی که وظیفه‌شان را خنک نظرانه اجرا می‌کردند عیب دارند. اگر در لیفت عیان می‌نوشتند که لیفت کار نمی‌کند، تعمیر می‌شود، ممکن این حادثه روی نمی‌داد. آنگونه که ساکنان بنا به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند مراجعه‌هایشان به مقامات رسمی در شهر دوشنبه برای تعمیر لیفت بنا که چاه مرگ برای مادر تاجیک شد بی پاسخ مانده است. نویه سینا در کدگیم میری شهردم روی کدگیم من همه چی خدموندم روی کدیم یگان کس به داد ما نرسید. در واقع صدها نفر دیگر نیز ضمن بحث درباره مرگ زن تاجیک در داخل لیفت در دوشنبه گفتند آنهایی که مسئول نگهداری و امنیت لیفت بودند باید تنبیه و یا جزا بگیرند. یکی از این کاربران با نام جگوار 99 شرح درازی را در صفحه اینستاگرام رادیوی آزادی گذاشته است که همراه می‌خوانیم. از روی قانون باید مقامات شهر، مقامات ناحیه جواب دهند، زیرا از بی اهمیتی آنها یک کس جان داد. نخواد جان آدم در تایستان به این حد بی‌قدر شده باشد. حالا یگان فرزند آدمی منصبدار می بود یا مادرش گناهکار را کافته یافته زندانی می‌کردند، لیکن خلق بیچاره عذاب می‌کشد، می‌میرد، کسی به دادشان نمی‌رسد. عین زمان کاربران زیاد ساکنان بنا را سرزنش کردند که خودشان غم جای استقامتشان را نمیخورند. آنها با نظر داشت آلودگی‌ها و افلاسی‌های زیاد در نزد و داخل بنا گفتند که مردم اول خودش مسئول امنیت پاکیزگی بنا است. کاربر با نام صبری 777 در صفحه ما در اینستاگرام نوشته است: اینجا فقط عیب دولت نیست، عیب شهروندان نیز هم هست. پاکیزگی را رعایت کردن کار ما است. شما چگونه این افلاسی‌ها را میپرتایید و در این گونه شرایط زندگی میکنید؟ پاکیزگی هر کوچه و شهر وظیفه هر شهروند است. شما چی نظر دارید؟ نویسید و یا در ویدیو بگویید و به ما بفرستید. به همین شماره که میبینید واتساپ، وایبر و تلگرام و ایمو دارد. از طریق وبسایت ما نیز همین کار را کرده میتوانید. آزادی آنلاین اینجا به پایان رسید. من میرزا نبی خالقزاده هستم و اینجا رادیوی آزادی است. وقت خوش.